انکت گرین کارتم را در کجا پر کنم؟ این اختیاری شما است. در کجایی که خواهید میتوانید انکت گرین کارتتان را پر کنید. حتی میتوانید آن را خودتان کنید، چون که شما هم دست دارید، عقل دارید و شعور دارید که یگان عمل را اجرا کنید. چون که پر کردن گرین کارت این کاری مشکل نیست. تنها ضرور است که شما همان نام و نسب و همان روز تولد و ماه تولد و سال تولد و همچنین معلومات درباره تحصیل و جای زیستتان را درست با حرف‌های لاتینی یا اینکه با زبان ساده انگلیسی نوشته کنید. چون که هیچ کس برایتان کفالت داده نمیتواند که شما در این بازی برد میکنید یا اینکه نه. یعنی بردی شما بستگی ندارد که گرین کارتتان را در کدام آفیس و در نزد کی پر کردید. مهم آن است که بختتان خندد و معلومات درست به سیستم وارد کرده شده باشد. معلومات درست چی است؟ یعنی نام و نسب و همه معلوماتی که وابسته به شما است درست حروف چینی کنید. همین است سری پر کردن گرین کارت. دیگر هیچ مشکلی ندارد. ارزش پر کردن گرین کارت حالا از 100 تا 200 سومانی است و برای خودتان مقصد گذارید. یگان کس به شما 100-200 سومانی را همین خل میدهد؟ نه. برای 100-200 سومانی را کار کردن چقدر کار کردنتان لازم است؟ همان وقت را برای آموزش پر کردن گرین کارت صرف کنید، یاد میگیرید و باز به تمام خانواده و اهل و اولاد خودتان کمک میکنید. موفق باشید و ما کوشش میکنیم که طرز آنلاین پر کردن گرین کارت را روزهای نزدیک به شما نشان دهیم.